در اون است که دهقان امروز محصولات خودش رو از ارزش اصلی محصولات بلندتر به بازار برآورده شده است. ارزش اصلی 1 کیلوگرم کارتوشکا 1 سومون و 45 1 سومون و 50 درم است و امروز در بازار من همین این اطلاعاتی که ما داریم امروز در بازار سامان یک فروش یک لخت مشغول است. ارزش 1 کیلوگرم کارتوشکا 3 سومون و 40 درم 3 سومون و 50 درم است. از کوهستان مچو، از پنجکه و از وحدت منطقه بخش رومی، از ترسون زوده ایسار کارتوشکا وارد شده است و گفتن ممکن است که من اینجا باید اگر نرخ بازار 3 سومون و 40 درم باشد از سر زمین باید به واسطه 2 سومون و 50 درم تا 3 سومون خریداری کرده است. در اینجا راهگیرا است، در اینجا 2-3 میانه رو است که مبلغ خودش میگذارد و همین خاطر نرخ نظر به سال گذشته قیمت‌تر است، لیکن امروز یک چیز را فکر کردن در کار است که دهقانی که به واسطه قطعه زمین دارد از انداز میسپارد و با همون مبلغ اساسی درآمد آن از همون به واسطه از حاصل همون زمین است باید میخواهد که از ارزش اصلیش بلندتر محصولاتش را به بازار برآورد. اون دوره‌ای که سبزی 20 درم بود، 30 درم بود، پیاز 50 درم بود، کارتوشکا 60-70 درم بود، دهقان از ارزش اصلیش نهایت پس میفروخت و دوره گذشت رفت. و دهقان مانند ما آدم است، خانه دارد، در دارد، فرزند دارد و میخواهد که از همه ما از محصول دستمون یک بهره بریم، صاحب یک زندگی شایسته باشیم. و همین خاطر رحم دهقان کی میخورد؟ امروز در کشت زراعت‌های کشاورزی دهقان آزاد است، در فروش محصولات کشاورزی هم آزاد است. اولین مرتبه در تاریخ ساحه کشاورزی دهقان توانست که به اقتصادات بازارگانی داخل شود، محصولات خودش را ارزش اصلی بلند فروشد. و سطح زندگی دهقان زیاد میشد، هوسمندی دهقان و کشت زراعت‌ها و باز هم با صفت استحصال کردن محصولات کشاورزی زیاد میشد. همگی با جمهوری تا امروز 11336 تانه کارتوشکا از دیگر دولت‌ها وارد شده است. 120 تانه کارتوشکای تخمی، 11336 تانه کارتوشکای مولی وارد شده است. این 11,000 که وارد شد همگی برای 11 روز 12 روز تامینات جمهوری تامین کرده میتواد. اینقدر روز و ماه کی تامین کرد؟ تمام کارمندان ساحه طرفدار اون نیستند که نرخ محصولات های کشاورزی بلند بود. ما طرفدار اون هستیم که نرخ محصولات کشاورزی از ارزش اصلی کمی بلند باشد و دهقان هوسمند شود. در همه بازارها چه یگلوخت، بازار چکنه، محصولات های کشاورزی فراوان است. کارتوشکا میتوانید شما کارتوشکای خردتر 1.5 سومون گیرید، کارتوشکای میانه من بودن شما میتونم شما کارتوشکای میانه مثلا 2.5 سومون است. نه کارتوشکای بهترین
3.5 4 سومون 4 سومون و 20 درهم است. به همین خاطر ما باز با دیگر طرفدار هستیم، طرفدار اون هستیم که نرخ محصولات کشاورزی دسترس به اهالی کشور باشد و استحصال کارتوشکا اکنون صورت میگیرد. ما همگی 20% قیمت‌های رویست کشتی کارتوشکا رو جمع آوری کردیم، 80% آن مخلوط مانده است و امروز اولین ماشین ها از کوهستان مچا وارد شد، از پنجکن علاقه وارد شد، از ناحیه‌های کوهی مومن‌آباد شوراباد وارد میشن کشتی چیندن کارتوشکا رو به‌واسطه شروع نمودند و من باوری دارم که نرخ کارتوشکا پس میشود و بلند میشه.